یو سلام بچه، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید از چنل ارتزالاتی. بچه تو این ویدیو اومدیم تو سرور راکستار با هم بیایم چیز کنیم، آیتمایی که با الماس میشه ساخت همه رو درست کنیم، تست کنیم ببینیم که چه جوریه. فرمول همشون هم بهتون میگم که یادداشت کنید، حالا درست کنید، لذتشو ببرید، استفاده کنید دیگه، بفروشید، پولدار شید. آره دیگه، تو سرور راکستار امتیاییم و بزن که برید درست کنیم. برای اینکه آزار و اذیتمون نکنن، ببینم این چرا تالی کردن، آزارتون نکنم. این گوشه وای میسیم میشه گوشه افتو رو میزنیم. خب بچه ها، چیز اول بذاریم دفترچه‌مو باز کنم، نوشتم اینجا. آیتم اول سوپر جامپه که سبز، زرد، بنفشه. خب اینجوری هم هست که تو سبز کلیک میکنیم، میزنیم پود که رفت، سبز، زرد، بنفش که رفت میکنیم. خب میبینی که شما آیتم سوپر جامپ ساختید. خب آیتم بعدی اینجوریه که جت پکه، سبز، سفید، قرمز میخواد. سبز، سفید، قرمز که رفت میکنیم. شما با موفقیت آیتم جت پک ساختید، کلیک میکنیم. خب بچه، آیتم بعدی ریپر هستش که خیلی هم پر استفاده است و به نظرم الماس جمع کنید، برید یاقوت بپزید، این آیتم رو چیز کنید که درآمد بسیار زیادی داره با فروخت این آیتم. خب ریپر هستش سفید، آبی، قرمز. سفید، آبی و قرمز که رفت کنیم. دونه دونه می‌بینید که شما با موفقیت آیتم ریپیر ساختید. خب کلیک میکنیم. آیتم بعدی هست شیلد. شیلد از قرمز و آبی و زرد تشکیل گرفته. خب قرمز، آبی، زرد که رفت، شما با موفقیت آیتم شیلد ساختید. بچه من تو این ویدیو حالا قبلا یه آیتمایی میشد با الماس ساخت، اونا رو حذف کردم از ویدیو. حالا اونا رو دستوراتشون هنوز هستش ولی ساخته نمیشه، دستوراتشو دارم الان ولی حالا حذف کردم چون به کار نمیاد. آیتم بعدی گوسته که میتونید باش نامرئی شید. حالا همه رو این آخر ویدیو براتون تست میکنم، بهتون نشون میدم. از زرد و سبز و آبی تشکیل شده. خب زرد، سبز و آبی که رفت، یه دونه گوست گرفتیم. خب آیتم بعدی فایر بولت هستش که تیراتون رو آتشی میکنه یا حالا انفجاری میکنه که از قرمز، بنفش و آبی تشکیل شده. قرمز، بنفش، آبی که رفت و شما فقط آیتم فایر بولت ساختید. کلیک میکنیم. آیتم بعدی توربو هستش و آخرین آیتمه. توربو از سفید و سبز و آبی تشکیل شده. خب سفید باید یه دونه بسازیم. خدا چه وضعش آخه. سفید، خب کجا رفتیم؟ من کورم، شرمنده نمیتونم ببینم. سفید نیست. اینا. خب بود که رفت، سفید، سبز و آبی. این توربو ساختید، شما فقط یه توربو ساختید. خب کلوز میکنیم، بریم بیرون. اینکه نظرم پرکاربردترینش ریپر. البته همشون کاربرد دارن تو جاهای مختلف، مثلا جت پک بعضی از بالای خونه ها اونجا گرافیتی هستش، میتونید با جت پک برید اونجا بزنید. میبینیم سوار ماشین میشیم. محمد چطوری؟ محمد حرف بزن، بچه ها صدای ماهاتو بشنم. محمد درست داشت از نه سلام. خونه واسه فروش سراغ دارین اینجا؟ نداشت، موزر نشو. محمد هستم. خودتو معرفی کن عزیز دارم. چطوری بچه خوب هستی؟ من محمد هستم. محمد
آیدی داخل بازی محمد نگه شکر هستش. خب آیتم اول بذار اول توربو رو تست کنیم. توربو که سوپر جامپ توربو کو نمیبینم توربو متاسفانه اینونتوری کلا پخش و پلاه. توربو کوشش اینا توربو رو که یوز میکنیم چرا یوز نشد آن خب چرا یوز نشد توربو یوز چرا یوز نمیشه توربو؟ حالا نمیدونم شاید یه مشکلی داره. آیتم اول حالا بذارید گوست امتحان کنیم. یوز میکنیم اینجوری نامری میشیم، ولی حالا گان دستتون بگیرید گانتون معلوم میشه. الان نگاه محمد رو میزنم، ولی تو تایم های فامیلی نمیتونید آیتم رو چیز کنید استفاده کنید یوز کنید. 30 ثانیه نامری بهتون میده یا همون اینویزیبل. آرام باشم بشین. چی؟ تمام شد. آیتم بعدی هستش ببینیم چیه. فایر بالت یوز میکنیم. محمد بیا یه تیر بهت بزنم اینو چجوری میشه. محمد فجا یا خدا محمد پوکی ولی به جایی بزنید چیز نداره، بعد فقط به آدم بزنید. بزنید یه نفر دیگه رو پیدا کنیم. محمد یا خدا خیلی خوبه. خب تموم شد. محمد ازش ناک بده بذار بیاد یه مدیک عزیز. تمام بریم آیتم بعدی هم استفاده کنیم. آیتم که الان بعدی بار 16 داره من بونم. جت پکی که یوز میکنیم. بله. جت پک میگیریم میریم. بیا بیا بیا. مردم فاصله میگیریم. هورا چقدر عالی. دیگه نمک نباشه. آره دیگه 30 ثانیه کلا همه آیتما 30 ثانیه است. بدون ریپر که حالا یه بار میشه استفاده کرد. خیلی هم عالی. خب آقای فرید بابا. خب آیتم بعدی شیلد هست که شیلد رو یوز میکنیم. اینجا میبینید که حالا 100 تا جون اضافه به ما داده و ما فقط موقع تیر خوردن از این شیلدمون میره ها. یعنی اگه مثلا فال دمیجی از ارتفاع بپرید چیز نمیشه، از جون خودتون میره. این شیشه بزنید پلیس نبینید. کلید زندان میخرم. کلید زندان نیست. نداشتیم ما کلید نریم. برو. خب آیتم بعدی چیه؟ آیتم بعدی سوپر جامپه که میخوام اینو بدم محمد امتحان کنم. محمد بیا. یا خدا مردم کرم دارم. محمد سریع بردار. یا محمد بردار بردار. خب محمد اینو یوز کن امتحان کن بچه ها ببینن. محمد کانگورو شد یه لحظه. برو ماشاءالله برو بالای خونه. یهو تیپی میشه میره بالا انگار. خیلی بالا. محمد رفت بنازم. محمد بیا. خب آیتم بذارین اصلا آیتم موند برامون. آیتم ریپر مونده. ریپر هم امتحان کنیم. بشیم محمد. باید خودمون هم این شیشه بزن. دب ماشین رو تو
بهتره کنم ماشین رو بذار ریپر رو حفظ کنم ریپر خوب اینه ریپر اینجاست ریپر کنیم ریپر رو یوز میکنیم و خوب میشه حتی اگه چپشیدم چیز میشه آقا درم خدا چرا مزاحم میشه اگه چپشیدم حالا برعکس میشه ماشین خب بچه این بود ویدیوی امروز اینکه حالا در ورپلکش رو سرمایه کنم چند تا ورپلک فامیلی خیلی بهم خوشحال آورده تا ویدیوهای بعدی میبینمتون لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره سرور سالمتی هستیم و اینکه تا ویدیوهای بعدی میبینمتون پیس اوت